أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به سلسله دروس قاعده خلیلی درس سوم هم تمام شد و امروز هم انشاءالله درس چهارم آغاز می شود. الدرس الرابع، درس چهارم، الفتحة زبر، یعنی درس چهارم درس فتحه می باشه، یعنی زبر. فتحه یک حرکت خوابیده هست که همیشه بالای حرف قرار می گیرد و کوشش کنیم که در وقت ادا نمودن حرکت فتحه مجهول ادا نشود، حرکت مجهول ادا نشود بلکه معروف ادا شود، یعنی نه جتکه بخورد و نه هم به طرف الف مایل شود. باید حرف و حرکت را معروف ادا کنیم، نه مجهول. بسم الله الرحمن الرحیم. با فتحه با، تا فتحه تا، ثا فتحه ثا، جیم فتحه جا. ببینین مجهول نشود. مثلا با فتحه با، با اقسم به طرف الف اگر مایل شود ایره مجهول میگوید، یا هم جتکه نخورد. مثلا با فتحه با، با اقسم هم اشتباه است، نه جتکه بخورد و نه هم طرف الف مایل شود و مجهول ادا شود. با فتحه با، تا فتحه تا، ثا فتحه ثا، جیم فتحه جا، حا فتحه حا، خا فتحه خا، دال فتحه دا، ذال فتحه ذا، را فتحه را، زا فتحه زا، سين فتحه سا، شين فتحه شا، صاد فتحه صا، ضاد فتحه ضا، طا فتحه طا، ضا فتحه ضا. در این حروف مفخم متوجه باشین. بعضی اشخاص میخوانه صاد فتحه سا، یعنی پس باز باریک میشه. صاد فتحه سا، این اشتباه هست، متوجه باشین. صاد فتحه صا، صا پس بر. ضاد فتحه ضا، طا فتحه طا، نشک طا فتحه تا اقسم باز نشود. طا فتحه طا، ضا فتحه ضا، عين فتحة ع، غين فتحة غ، فا فتحة فا، قاف فتحة قا، كاف فتحة كا، لام فتحة لا، ميم فتحة ما، نون فتحة نا، واو فتحة وا، ها فتحة ها، همزة فتحة أ، همزة فتحة أ، همزة فتحة أ، يا فتحة يا،